خب بذار بگم که زمین پر از مناظر قشنگه، اما تو این زیبایی ها جاهایی هم هست که واقعا خطرناکن. این مکان ها هیچ وقت برای سفر مناسب نیستن. حالا تو این ویدیو میخوایم با هم نگاهی به 10 تا از خطرناکترین جاهای دنیا بندازیم که هر کدومشون خطرات خاص خودشونو دارن و میتونن حتی ماجراجوهای بزرگ رو هم به درد سر بندازن. رتبه 10 جزیره مارها برزیل. جزیره مارها که 150 کیلومتر دورتر از سواحل سائوپائولو قرار داره، به عنوان یکی از خطرناکترین مکانها توی دنیا شناخته میشه. این جزیره کوچیک پر از 4000 تا مار طلایی لنزهد هست که سمش میتونه توی کمتر از 1 ساعت یه آدم رو بکشه. دولت برزیل این جزیره رو غیر قابل دسترس کرده تا هم از مارها و هم از مردم محافظت کنه. آخرین آدمایی که تو این جزیره زندگی میکردن تو دهه 1920 از اونجا رفتن. افسانه ها میگن ماهیگیرایی که به این جزیره نزدیک شدن تو قایقاشون مرده پیدا شدن و بدنشون از خون خالی بوده. ترکیب این مارهای سمی و زمینهای خطرناک و انزوا جزیره مارها رو به یادآورنده ترسناک از قدرت کشنده طبیعت تبدیل کرده. رتبه 9 آتشفشان سینابونگ، اندونزی. آتشفشان سینابونگ که تو شمال سوماترای اندونزی قرار داره، یکی از خطرناکترین آتشفشان‌های دنیاست. بعد از 400 سال خواب، این آتشفشان تو سال 2010 به شدت فوران کرد و باعث شد خیلیا بمیرن و هزاران نفر جابجا بشن. الانم تو سطح 4 هشدار قرار داره. این سطح هشدار معمولاً برای حملات تروریستی صادر میشه. این یعنی این منطقه برای کوهنوردا و ساکنان نزدیکش غیر قابل دسترس شده. تو سال 2019 یه فوران قوی خاکستر و دود رو تا 7000 متر به هوا فرستاد و روستاهای نزدیک رو پوشوند و وحشت زیادی به پا کرد. خاکسترها آبهای زیرزمینی رو آلوده و محصولات رو هم نابود کردن. رتبه 8 دریاچه ناترون، تانزانیا. دریاچه ناترون که تو شمال تانزانیا واقع شده، به خاطر قلیایی بودن و توانایی رسیدن دماش به 60 درجه سانتیگراد معروفه. pH این دریاچه میتونه به 12 برسه و این دریاچه رو به یکی از قلیایی ترین آبهای دنیا تبدیل کنه. رنگ قرمز خیره کنندش که به خاطر میکروارگانیسم های نمکدوست هست، واقعاً مرگباره. سطح شفاف و فریبنده دریاچه پرنده ها رو جذب میکنه و وقتی بهشون نزدیک میشن میمیرن و گاهی به حالت مجسمه های سنگی تبدیل میشن. تو سال 2010 یک گروه از فلامینگوها در کنار دریاچه مرده پیدا شدن و بدنشون با حالت کلسیومدار حفظ شده بود. رتبه 7 دره مرگ، روسیه. دره مرگ که تو شرق روسیه واقع شده، یک گورستان از حیواناته که پر از رمز و رازه. این منطقه متروکه به خاطر غلظت‌های بالای گازهای سمی که از یک آتشفشان نزدیک میاد شناخته میشه. شکارچیانی که به این دره رفتن، اونجا رو پر از حیوانات مرده‌ای که روی زمین رها شده بودن دیدن و فرار کردن. تو دهه 1930 2 شکارچی گفتن که بعد از ورود به این منطقه احساس بیحالی و گیجی کردن و خیلیا به خاطر محیط سمی جونشون رو از دست دادن. ترکیب کشنده از هیدروژن سولفید و دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد تو هوا جون خیلیا رو گرفته و دره مرگ رو به یک مکان خطرناک تبدیل کرده. رتبه 6 پارک ملی مدیدی، بولیوی. پارک ملی مدیدی یه مقصد زیبا اما خطرناک توی بولیویه که بیش از 28000 کیلومتر مربع جنگل بارونی دست نخورده رو در بر میگیره. این بهشت زیست محیطی پر از سمی‌ترین جانوران روی زمین مثل
قورباغه‌های سمی، عنکبوت‌ها و مارهاست. یه زخم ساده میتونه منجر به عفونت‌های شدید ناشی از انگل‌های استوایی بشه و خطر برخورد با حیات وحش خطرناک همیشه وجود داره. مثلا تو سال 2015 یه گردشگر به خاطر نیش یه مار سمی تو پارک به بیمارستان منتقل شد و دکترها نتونستن براش کاری بکنن چون سم به خاطر قوی بودنش خیلی سریع عمل کرده بود. با اینکه زیبایی خیره کننده‌ای داره اما خطرات زیادی برای بازدید کنندگان بی احتیاط داره. رتبه 5، غار کریستالی نایکا، مکزیک. غار کریستالی نایکا به خاطر بلورهای بزرگش که بعضیاشون بیش از 11 متر طول دارن معروفه. اما این غار فوق‌العاده به خاطر گرما و رطوبت غیرقابل تحملش خیلی خطرناکه. تو این غار دما میتونه به 58 درجه سانتیگراد و رطوبت به 90% برسه که شرایط خطرناکی برای هر کسی که وارد بشه رو ایجاد میکنه. دانشمندا فقط میتونن حدود نیم ساعت توی غار بمونن قبل از اینکه شرایط غیر قابل تحمل بشه. تو سال 2000 یه تیم از معدنچی‌ها حین حفاری برای سرب و روی این غار رو پیدا کردن، اما محیط شدید اونجا ادامه اکتشاف رو خطرناک کرد. رتبه 4، کوه واشنگتن، ایالات متحده. کوه واشنگتن به عنوان خطرناکترین کوه کوچیک دنیا شناخته میشه و به خاطر شرایط آب و هوایی شدیدش مشهور شده. این کوه سرعت بادهایی رو ثبت کرده که به 372 کیلومتر در ساعت میرسه و این میتونه برای کوهنوردا تبدیل به یک کابوس بشه. تو آوریل 1934 این رکورد ثبت شد، در حالی که حتی بادهایی با سرعت 97 کیلومتر بر ساعت میتونن کوهنوردی رو تقریباً غیر ممکن کنن. هیپوترمی و دماهای انجمادی که میتونن به منفی 40 درجه سانتیگراد برسن تهدیدات دائمی برای کسایی هستن که میخوان صعود کنن. از سال 1849 بیش از 150 مورد مرگ توی این کوه ثبت شده که معمولاً به خاطر تغییرات ناگهانی آب و هواست و کوهنوردا رو غافلگیر میکنه. رتبه 3، دریاچه نیوز، کامرون. دریاچه نیوز که در کامرون واقع شده تا قبل از یه رویداد فاجعه بار تو سال 1986 به عنوان مکانی بی خطر شناخته میشد. توی شب رازآلود و وحشتناک، آزادسازی ناگهانی گاز دی اکسید کربن از دریاچه بیش از 1700 نفر از ساکنان روستاهای نزدیک رو کشت. گاز که به مدت دهه‌ها زیر دریاچه مبهوت شده بود، وقتی آزاد شد، کشنده شد و ابر مرگباری رو ایجاد کرد که هر کسی رو در مسیرش خفه کرد. دانشمندا بر این باورن که فعالیت‌های آتشفشانی باعث آزاد شدن گاز شده و ممکنه این اتفاق تو هر زمان دیگه‌ای بدون کوچکترین هشداری دوباره تکرار بشه. رتبه 2، جزیره فریزر، استرالیا. جزیره فریزر که در سواحل جنوبی شرقی کویزلند واقع شده به عنوان خطرناکترین ساحل در جهان شناخته میشه. آبهای اون پر از جلبک‌های مرگباره، از جمله جلبک‌های ایروکانجی و جلبک‌های جعبه‌ای که نیششون میتونه باعث درد شدید و حتی مرگ بشه. سواحل شنی میتونن باعث اشتباه تو تشخیص عمق آب بشن و این اشتباه محاسباتی هر سال منجر به حوادث و غرق شدن میشه. علاوه بر این، دینگوهای وحشی توی جزیره پراکندن که تهدیدی برای بازدید کنندگان بی احتیاط به شمار میرن.
تو سال 2001 یه پسر جوون مورد حمله دینگوها قرار گرفت، اما خوشبختانه تونست جون سالم به در ببره. رتبه اول، قلمرو فیل‌ها، تایلند. قلمرو فیل‌ها توی چونبوری تایلند برخلاف اسمش ربطی به فیل‌ها نداره. این مکان یه زمانی یه جاذبه گردشگری محبوب بود که توش بازدید کننده ها میتونستن به کروکودیل ها از قفس‌های فلزی غذا بدن. اما به خاطر نبود تدابیر ایمنی خطرات زیادی پیش اومد و دولت مجبور شد تو سال 2016 اونجا رو ببنده. گردشگرها اغلب توی وضعیت‌های خطرناک قرار می‌گرفتن چون قفس‌های ضعیف حفاظت کمی در برابر کروکودیل‌های 3 متری فراهم می‌کرد. در حالی که زمین پر از مناظر زیباست، این 10 مکان خطرات زیادی رو که توی جهان ما وجود داره به نمایش میذاره. از مارهای سمی و دریاچه‌های سمی گرفته تا کوه‌های خطرناک و حیات وحش کشنده. این مکان‌ها یادآور قدرت طبیعت و اهمیت احترام به اونه. اما حالا شما بگید اگه قرار بود برای یه نفر یه بلیت یه طرفه به یکی از این مکان‌ها بگیرین، اون فرد کی بود و کجا میفرستادینش؟